این بار قراره در مورد یه سوال خیلی مهم باهاتون صحبت بکنم. چرا اکثر یوتیوبرهای ایرانی شکست میخورن؟ بذار یه آمار بهت بدم. 95% یوتیوبرهای ایرانی و فارسی زبان در کمتر از چند ماه بیخیال میشن و شکست میخورن و هیچ وقت نمیتونن کانالشون رو به درآمدزایی برسونن. اما چرا؟ جواب این سوال امروز میخوام بهت بدم. پس اگه یوتیوب رو شروع کردی یا تازه قصد شروعش رو داری، حتما این ویدیو رو ببین، چون ممکنه در ادامه مسیرت برای تو خیلی تغییرات بزرگی رو برمقام بیاره. سلام، من محسن وزیری هستم و اینجا رسانه تصویری اپتانه. من اینجا بهت یاد میدم که چجوری به صورت علمی و درست و منطقی یوتیوبر بشی و در زمان کمتری کانالت به درآمدزایی برسونی، از یوتیوبر بودن کیف کنی. دلیل اول، نمیدونین مخاطبتون کیه. پرسونای مخاطب رو نمیشناسید. یعنی چیه؟ نمیدونید سنش چیه، علاقش چیه، اهل کجاست، حالت صحبتش چیه، به چه موضوعاتی علاقه داره، مشکلاتش چیه. اینها رو باید برای خودتون مشخص کنید و بعد هر ویدیویی که میسازید یک مشکلی از اون رو حل کنید یا یک حال خوب منطبق با اون پرسونای مخاطبی که برای خودتون تشکیل دادید رو واسش ایجاد بکنید. توی ویدیوهاتون باید حس و حال داشته باشید و به اون مخاطب یاد بدید یا برای اون مخاطب چیزی رو برمغان بیارید. مثلا من اینجا میدونم مخاطبینم کسانی هستن که میخوان یوتیوب رو شروع کنن یا کانال یوتیوب دارن، پس باید در هر ویدیو سعی کنم یه مشکلی از اونها رو حل بکنم. بازه سنیشون اکثرا بین 18 سال تا 35 ساله، پس خیلی مهمه که ویدیوهام کمی ساده تر باشه. نیاز نیست ادیت های خیلی تند و خفن و زیادی داشته باشیم. دلیل دوم، توقع بیجا از الگوریتم یوتیوب داریم. ما میخوایم یکی دو تا سه تا ویدیو که میسازیم الگوریتممون بیاد و تشخیص بده و به ما رو بذاره جلوی یه سیل عظیمی از آدم ها و یه ویو میلیونی به ما بده. نه، اینجوری نیست. اول که ویدیوت رو منتشر میکنی، اون رو میاد به یک بازه کوچیکی از آدم ها نشون میده. با توجه به CTR و واچ تایمی که از اون بازه کوچیک به دست میاری، حالا این انجین الگوریتم کار میکنه و تو رو بیشتر و بیشتر و بیشتر نمایش میده. پس مهمه که CTR و واچ تایم تو بتونی بالا ببری. اگر نمیدونی اینها چیه، حتما برو پلیلیست آموزشگاه یوتیوب رو ببین. اونجا به جز به جز همه اینها رو یاد دادم. مهمه که آدم ها رو بیشتر توی ویدیوت نگه داری. مهمه که آدم ها روی ویدیوی تو کلیک کنن و بیان ویدیوت رو تماشا بکنن. با یکی دو تا سه تا ویدیو هم اتفاق نمیفته. باید بسازی، صبر داشته باشی تا کم کم هم الگوریتم به تو عادت کنه و اگر دلیل اول رو رعایت کرده باشی، یعنی پرسونای مخاطبت رو شناخته باشی، اون وقتی که یوتیوب هم میشناسه اون پرسونا رو و درست میره با آدم‌های درست پیشنهادت میده و اینجوری واچ تایم بالاتری رو خواهی گرفت و ویدیوهات به مرور زمان پیشرفت میکنه و بازده بیشتری رو کسب میکنه. دلیل سوم، فقط یک کپی بی ارزش انجام میدن. خیلی از یوتیوبرهای تازه کار زمانی که کانالشون شروع میکنن یا دنبال ایده محتوا میگردن یا میخوان یک ویدیو جدید بسازن، میرن یه کانال دیگر رو میبینن، عیناً اون رو کپی میکنن، حرفاشو، رفتارشو، ادیتشو، تصاویرشو، کارهاشو، همه چیزشو کپی میکنن. بعد میبینن هیچ نتیجه‌ای نگرفتن. اینجوری نه الگوریتم تو رو دوست داره و نه مخاطب تو رو دوست داره. اینکه ایده بگیری عالیه، اینکه بتونی شبیه یه نفر دیگه کار کنی عالیه، ولی یک ارزش افزوده‌ای به اون اضافه کن. با توجه به شرایط خودت، با توجه به پرسونای مخاطبی که درست کردی، با توجه به رفتار مخاطبی که داری، با توجه به اون امکاناتی که داری، میزان شناختی که الگوریتم یوتیوب از تو داره، با توجه به اینها بیا و الهام گیری کن و شروع به ساخت کن. سعی کن همیشه و همیشه حرف جدیدی داشته باشی برای گفتن. مثلا میخوای بری یه ویدیو چالشی درست کنی به سبک مستر بیست. خب مستر بیست خب میاد لامبورگینی هدیه میده، $1000 هدیه میده، 1000 تا کار میکنه. ولی همین الان هم دیدیم یه سری آدم هستن توی خود ایران هم دارن این کارو میکنن. چجوری؟ میرن با یک هدیه کوچیک، یک شکلات، یک نمیدونم 10,000 تومانی، یک چیز کوچیکتری که در توانشون هست، یک چالشی رو برگزار میکنن و اون پول به اون مخاطبه میدن. ببین اینجا مثل مستر بیست چالش برگزار کرده، جایزه داده، جذابش کرده، ولی با اون چیزی که خودش میتونسته و با ایده خودش سبک کلی رو الهام گرفته، اما اجرای خودشه، امضای خودشه که پای اون کاره. امضای خودتو بذار پای کار ویدیوهات، چون که مخاطب دوست نداره چیز تکراری ببینه.
دقت کن به این. دلیل چهارم، بی‌برنامگی و انتشار بی‌نظم. در یوتیوب داشتن برنامه انتشار محتوا و نظم انتشار محتوا بسیار مهمه. ما توی یوتیوب نمیگیم شما پیج یوتیوب داری، شما پروفایل یوتیوب داری، میگیم کانال یوتیوب داری. یاد تلویزیون بیفت، کانال 1، کانال 2، شبکه 1، شبکه 2. اینها چی دارن؟ کنداکتور دارن. یعنی چی؟ یعنی مشخصه که فلان روز هفته در فلان ساعت فلان برنامه پخش میشه. تو هم یک کانالی، پس باید مشخص باشه که مثلا دوشنبه ها میای ریاکت میکنی و پنجشنبه ها میای نمیدونم یک چالش برگزار میکنی و هر هفته این اتفاق میفته در ساعت درستش. ببین، با یک هفته، 2 هفته، 1 ماه به نتیجه نمیرسی. باید بلند مدت این نظم و دیسیپلین رو رعایت کنی. داشتن کانال یوتیوب نیازمنده اینه که نظم داشته باشی. هم مخاطب عادت میکنه و انتظار داره که ویدیوی تو در اون زمان منتشر بشه و سر همون زمان میاد سراغ ویدیوی تو و کانال تو و تماشای تو، و هم الگوریتم یاد میگیره که اوکی این زمانها ویدیو میذاره، من توی بازه‌ای که بین ویدیوهاش هست اون رو شروع میکنم پیشنهاد دادن و آماده میکنم فضا رو برای این که ویدیوی بعدی که میذاره آدمهای بیشتری بیان سراغش و تماشاش کنن. الگوریتم یک هوش مصنوعیه، یک نرم افزاره، یک کد نرم افزاریه و اون به رفتار شما، به نظم شما عادت میکنه. نمیتونی گیجش کنی. اون باید بدونه که تو چه زمانهایی کار میکنی، چه زمانهایی در حال آنالیزی. این مهمه. مخاطبت هم همینطور. مخاطب از تو انتظار داره به وقت و درست ویدیوهات منتشر بشه. نظم و دیسیپلین انتشار رو جدی بگیر. اگر نمیدونی چی کار کنی، یک تقویم محتوایی برای خود درست کن. فلان روز هفته این ویدیو، فلان روز هفته این ویدیو. موضوعش چیه؟ اینه. تو کدوم پلیلیست قرار میگیره؟ اینجا. کلمه‌های کلیدیش چیه؟ اینها. این تقویم محتوایی که یه سرچ کنی روی اینترنت و توی گوگل بزنی، راحت انواع مختلف تقویم محتوا هست. یه تقویم محتوا برای خودت شکل بده و به اون پایبند باش. نظم رو رعایت کن. دلیل پنجم، نادیده گرفتن آنالیز کانالت، داده های آماری کانالت. یوتیوب به تو یک داشبورد قدرتمند میده، هم در موبایل و هم در دسکتاپ و کامپیوتر. از طریق اون باید این داده ها رو هر ماه نگاه کنی و هر 90 روز یک بار یک بررسی کامل داشته باشی. ویدیو به ویدیو باید بشینی دقت کنی ببینی چه اتفاقاتی میفته. اگر بلد نیستی با اینها کار کنی اشکال نداره. همین الان کانال رو سابسکرایب کن و زنگولش رو بزن که من در ویدیوهای بعدی به طور کامل هم در موبایل و هم در دسکتاپ بهت یاد میدم که چجوری با این پنل کار کنی. ولی یادت باشه این پنل برای تو حکم پاشنه آشیل کانالت رو داره. باید آنالیزش کنی. چرا؟ چون تو یک بیزینس محتوا محور و هر بیزینسی میاد دلایل شکست، دلایل موفقیتش جز به جز نگاه میکنه. محصول تو، هر تک ویدیوی تو محصولته و اگر میخوای رشد کنی ویدیو به ویدیو باید سعی کنی پیشرفت کنی. نیاز نیست از روز اول هالیوود باشی، نیاز نیست کار خاصی بکنی. پیشرفت بهتر داشته باش، رکورد بهتر، لباس تمیزتر، صدای بهتر، نور بهتر، ادیت قشنگتر، محتوای جذابتر. با توجه به چی؟ با توجه به داده هایی که از پنل آماری یوتیوب خودت میگیری. ببینی کجاها ویدیوت رفته بالا، آدم ها بیشتر دیدن، کجاها ویدیوت سقوط کرده و آدم ها ترکت کردن، کجاها زیاده گویی کردی کمش کنی، ادیتتو درست کنی. همه این اتفاقات رو با توجه به داده هایی که از پنل آماری یوتیوبت میگیری میتونه درستش کنی. پس دقت کن و آنالیز رو دست کم نگیر. دلیل ششم، کم اهمیت دونستن سئوی ویدیو. سئوی ویدیو یعنی چی؟ یعنی اینکه شما ویدیوت رو برای یوتیوب و برای بقیه سرچ انجین های اینترنت و هوش مصنوعی ها آماده بکنی. تامنیل خوب داشته باشه، تیتر خوب داشته باشه، دیسکریپشن خوب داشته باشه، تگ های مناسب داشته باشه و به خوبی و درستی همه اینها کنار هم قرار بگیره. من در خصوص اینکه سئو یوتیوب چیه قبلا یه ویدیو ساختم، میتونی اینجا بری تماشاش کنی. خیلی مهمه، ببینش و سئو رو کامل اونجا ببین چیه. کم کم در ویدیوهای بعدی بهت یاد میدم که هر کدوم از قسمت ها رو باید واسش چی کار کنی. پس کانال رو ساب داشته باش
و منتظر اون ویدیوها باش. وقتی سئو رو جدی میگیری فقط برای یوتیوب خودت آماده نمی‌کنی. ما اکسترنال هم داریم. یعنی چی؟ یعنی یک سری آدم‌ها از بیرون میان اینجا. من در کانالم جاهایی دارم که چت جی پی تی کانال منو پیشنهاد داده با آدم‌ها. جاهای بسیاری دارم که آدم‌ها از طریق گوگل کانال منو پیدا کردن و اومدن اینجا. پس خیلی مهمه که سئو رو یاد بگیری و ویدیوت رو سئو کنی. کار سختی هم نیست. هر ویدیو نهایتا نیم ساعت زمان از تو میبره که این کار رو انجام بدی. یه نکته نهایی بهت بگم اینه که تایم استمپ برای ویدیوهات بزن. تایم استمپ چیه؟ همینی که زیر ویدیوهات نشون میدی که چه اتفاقی داره میفته در مثلا دقیقه 1 تا 2. آموزشش هست و بعدا هم خودم آموزشش رو برات خواهم ساخت. اما جدیش بگیر، چون به گوگل به خصوص، به سرچ انجین ها به خصوص، به هوش مصنوعی ها به خصوص کمک میکنه که بدونن کدوم قسمت محتوای تو چی توش گفتی و زمانی که یه کاربر سوالی از اونا میپرسه یا یه عبارتی رو جستجو میکنه تو رو بهشون پیشنهاد بده. اگر یک ویدیو تایم استمپ داشته باشه یه ویدیو نداشته باشه، اونی که تایم استمپ داره شانس اینی که پیشنهاد داده بشه خیلی بالاتره. جدی بگیری این مسائل رو. خب امروز 6 به علاوه 1 نکته در زمینه اشتباهات و دلایل شکست یوتیوبرهای ایرانی رو براتون گفتم. خیلی مهمه که این 6 تا رو درست یاد بگیری و انجام بدی. یه نکته اضافه تر دیگه هم اینجا برات دارم. بین ویدیوهات پل بزن، از کارد و اند اسکرین استفاده کن، از دیسکریپشن استفاده کن، لینک بده به هم دیگه. خیلی مهمه که اینها رو به هم ربط بدی. اگر فقط 2 تا از نکته‌های این ویدیو به دردت خورد ممنون میشم که ما رو سابسکرایب کنی و زنگولش رو بزنی که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. 2 تا ویدیو هم میاد روی صفحه که دیدن اونها هم خالی از لطف نیست. کمکت میکنه که پیشرفت بیشتری داشته باشی و در یوتیوب زودتر به موفقیت برسی.